سلام رفقا، خوش اومدین به این ویدیو. من تا هستم و امروز اومدم با یه ویدیو آموزشی دیگه، آموزش پامپت به سبک بروکن داخل 1-2 دقیقه. کلا بریم سراغ آموزش. بچه‌ها اولین کاری که باید بکنین خیلی ساده است. روی دکمه پامپتون یعنی همون جامپ نگه دارین، دکمه کلیک نکنین یک بار، چون که انجام نمیشه اونطوری. باید مثلا نیم ثانیه نگه دارین یا کمتر نگه دارین، وگرنه اگه یک بار بزنین کل پامپتون هدر میره و حرکت انجام نمیشه. نگاه کنین، اگه دقت کنین من فشار دارم میدم، دکمه رو فشار میدم. اگه فشار ندین حرکت درست انجام نمیشه. و من دید انمی هم براتون میذارم. دید انمی کلا باگه، اصلا میاین رو زمین، این هوا اصلا کلا باگه. این حالا نمیدونم سیزن بعدی بخواد درستش کنه اکتیویژن یا نه، فکر نکنم بخواد درستش کنه. امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه بچه‌ها. اگه خوشتون اومد حمایت کنین حتما، خیلی لطف بزرگیه.